سلام دوستان، مرتضی هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل موزیجی. این ویدیو راست رابطه به گیم داره در حدودی، ولی قرنی ادامه بده. یعنی یک ویدیو از این گیم بگیرم که معرفی گیمه. یه چند تا هم کامنت داشتم از آپارات، مال یوتیوب هستم، از آپارات کامنت داشتم که آموزش دانلودشو بذارم. ولی اول بازی اولش رو بدم. اول که وارد بازی میشین همش همچی منوی. اگه ثبت نام کرده باشی رئیسم براتون فعاله، یا اگر که اورجینالش ریخته باشی. تستینگ کمری داخل مپ وجود داشت. اینا که فیلمایی که داخل مپ گرفتی اینو نمندم. اینم پروفایل دونه. این شخصی سازی موتور و خودتون چه میدونم کلا، لباس، شلوار، کفش، خود موتور، حتی اگه مودای موتوری که مریزی، همه چیزا. ستینگ یا تنظیم مود اکسیدام که مریزی. میرم تو تستینگ. اینجا میتونی آب و هوا رو تنظیم کنی، چند درجه باشه، چه میدونم این صورت باد، فکر کنم صورت باد رو اشتباه نکنم، صورت باد چی واسه اینو بالا بره. لیبلش خراب کنی. اینو وقتی میزنی خودش اتومات، یا مثلا چه میدونم یک بار برات بارونی میاره، یک بار آب و هوا عادی. اینجا میتونی مپ رو انتخاب کنی که 2 تا مپ داره. وقتی ثبت نام کنی 6 تا مپ بهش اضافه میشه. اولی مپ اول مپ تست میکنه. این پایینی هم که درجه داشت نوشته بود 0x، اونده یا هرچی بالا بری رده جا لاستیک رو دو زمین نشون بده. مثلا بذاری از 0 داره، از 0x داره دیگه تا 20x. وقتی 20 داری خیلی رده، بخاطر اگه میری ردش زیاده، چاله‌ای که میکنه زیاده. خب الان من دنده رو چیزا رو گذاشتم رو اتوما. دو حالت داره، یکی اتومات بودن دنده، یکی نبودنش. وقتی بذاری رو اتومات خودش دیگه دنده میده، اما کلوچو داری. یعنی مثلا خود بخوای کلاس بگیری میتونی کلاس بگیری. روی وقتی که از رو اتومات برمیداری خودت باز کلاس بگیری دنده بده، وگرنه خواب نیست. میتونی باشه کی موتور رو روشن کنی. ساعت دارم براتون بیارم. خب این یک میگه از جرم افیل شخصیت آنلاینی چیزی. وقتی برای اولین بار یک دور زمین میگردید، یک شخصیت چطور یک بار دور همین زمین، یک بار دور پیچ میگردید. وقتی بار دوم داری میگردی، این یک شخصی که همراه دونه رکورد آخرین بار، این رکوردیه که زدی. رکورد یعنی مثلا نیست که عقب تر او ببری، رکوردی که زودتر او ببری. این جاده کنارمون جاده خاصی نیستن، جایی که همه شروع میکنه. اگه آنلاین باشه با جاده رو میتونید و اینجا موتور یکی قرار میگیره شروع میکنم اینجا جای زمین خوردن داره که بتونی بشه آر اما سی جمپ کنی. تماما یه ریست داره. آرام نگه داری کامل ریست بشه. مثلا از 5 تا فیلی اون بر بتونی بشه آرام نگه داری و برگردی زمین فیل. این هم یه دور کامل که از اینجا اسپان شده. من اون برم نشون میدم. این هم که مخوره بر همونجا که نشون داره. به مپ دوم. اینجا رو نگفتم. بدون اول خب بره تو شخصی سازی یا آنه شخصی سازی مونه یه چه دیگه. اینجا مال خود پیسته.
یه گاراژ بزنیم یه شخصیت موتور که مثلا آقا قدرتی کار کنه، سرعتی کار کنه. خیلی تنظیمات داره که من خودم هیچیش نمیدونم. از اینجا هم میتونی ویدیو بگیری یا مثلا از اینجا نمیخواد زیاد دی بزنی روی این، میتونی تمام دور پیست که گشتی رو نشون بده. مثلا دوربین هم خودت میتونی تنظیم کنی از کجا شما رو نشون بده. میذارم اینطور. اینم بذاریم سیو هم میتونی اینو بذاری روی اینجا، مثلا اینجا رو بزنی استارت، اینجا رو بزنی تاپ و بزنی سیو و که اسم بذاری، مثلا بذاری موزی جیم و آخر تا حال من نشون بده. اینو سیو کرده، از اینجا تا اینجا رو سیو کرد. اینم که بره داخل سیتینگ و وقتی میزنی این از اینجا بک برمیگردی به منوی اصلی بازی. دوباره تستینگ مفید دوم. حالا اینم بعد میذارم 20 ببینید. خب اینجا هم از اول شروع کنیم. خب اینجا که پنسه دیگه بیرون از این دوره پنسه دیگه نمیشه بری. ببین اینم رد لاستیکمون که همون از 0 ایکس رو گذاشته 20 ایکس همین رد لاستیک. از اینجا من دوره پیش از اینجایی که همیانو پریدم همون خط پایانه، از اینجا دوباره یک موتور رد میفته که همون رکورد آخری رکوردم. اینم کردم دیگه دفعه میکنم بدم میتونی که این همچه کاری بکنی باشه بی اینکار وی هم خود دوربین عوض میشه با این هم حالا میتونی کنی این رو نگر بذاری بکنی به جلو بکنی آب. زمین رو رد کنه زمین رو که مثل رده تنها از این زمین مونده همون زمینی که میگم موتورا خطر بایی میستن و سیله میره پایی میکنی میکنه این زمین هم همه این مخوی اجوره این زمین داره. خب اینم یه دوره پیست مپ دوم. اگر بازی خوشتون اومد حتما دانلود کنید یا مگر اینکه نتونستین اینو من دانلود کنید تو سایت های ایرانی من خودم آموزش میدم با اینکه سایت خارجه ولی بدون دی ان و بدون چک آموزش میدم. اگر آموزش خاصی زیر همین پست کامنت بذارید.
خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.